سلام بچه ها، چطوری؟ تا وی ام ایکس هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. بچه ها، ما امروز اومدیم با اولین پک اوپنینگ جذاب پوتوی این هفته و ای فوتبال 2026 که همونطور میبینید سه بازیکن مطرحش لامین یامال، تیجانی و هوگو اکیتیکه. همونطور که میبینید آقای لامین یامال اسکیل لانگ رنج شوتینگ رو داره که به معنای شوت از راه دور هستش. ایشون هم نو لوک پاس رو داره که به معنای پاس بدون نگاه هستش و ایشون هم همینجور معنیشو به فارسی بهتون بگم بهتره. ایشون هم اسکیل مثلا پاس از طریق بازیکن داره و بریم بقیه بازیکناش هم ببینیم که کیا داخل این پک وجود دارن. همونجور که میبینید یک دیوید رایا هستش با بوستر، آقای نیکو ویلیامز با بوستر، ریچارلیسون با بوستر و آقای ایکاردی و آقای اریک دایر و غیره. اگه بهتون بخوام بگم که چه بازیکنایی در این پک خوب هستن، میتونم بگم از لامین یامال تا ریچارلیسون. بقیه دیگه به درد نمیخورن، آنچنان به درد میخورن اما برای ایونتاتون فکر نکنم. بس هم بریم. خب با 5 کنسل شروع به کار میکنیم. 1 2 3 4 5 و آخری رو بزن بریم. یا خدا، بچه ها داد داوید رایا رو داد، دیوید رایا، حالا هر چی که شما میگید. و ما یه دونه خدمت شما عرض کنم شانس دیگه هم میزنیم و ببینیم باز چی به ما میده. بچه ها به نظرتون یه دونه دیگه از همین بزنیم برای لامین یامال یا بیایم از این بزنیم؟ من که میگم بچه ها بزنین این باشه واسه ویدیوهای بعدی و بیایم همینو بزنیم. بریم با اینو میزنم بچه ها. به سلامتی آقام رونالدو. 7 کنسل. 1 2 3 4 5 6 7 و یه صدی میرینیم توش. و بچه ها متاسفانه رید با بازیکنی که به ما داد، دقیقا از اون بازیکنهای به درد نخور به ما داد. و آره دیگه. خب بریم بزنیم داخل ترکیب. خب بچه ها وارد گیم پلن میشیم و بریم آقای داوید رایا رو که اگه داخل ترکیب بیاریم به 97 میرسه اوورالش. و اون بازیکن چرت و پرتی هم که گرفتیم به قول بعضیا اگه داخل بیاریم به 96 میرسه که تقریبا عالیه. یعنی نه واسه ترکیب اصلیتون، واسه ایونت ها دیگه. ایونت های مثلا پرتغال و اینا که حالا خیلی نمیاد و شاید هم اصلا نیاد. ولی خب بچه ها بریم یه شانس دیگه هم بهش بزنیم و برگردیم. بزن بریم یک شانس دیگه. همونجور که میبینی از 11 تا بازیکن ما 2 تاش در کردیم که شده 9 تا. بریم این سری باز هم. بچه ها چرا دارم اینجوری حرف میزنم؟ این سری باز هم بریم با 7 کنسل. 1 2 3 4 5 6 7 و هشتمی رو میزنیم روی سطحی. امکان داره بازیکن خیلی خوبی بهمون بده که رید بچه ها. نه بازیکن خوبی هم داده. حالا 93 اریک دایر با یک بازیکن قدیمی و خوب. اریک دایر رو هم بذاریم داخل ترکیب ببینیم قضیه از چه قراره. خب داخل این دوتا بازیکن رو گذاشتیم که بچه ها این داوید رایا واقعا خیلی خوبه و به درد ترکیب اصلی شما خیلی میخوره. ولی این بازیکن نه، خیلی بازیکن خوبی نیست. خب اریک دایر کجایی؟ بچه کجای اریک دایر؟ کوش بچه این اریک دایر. اینش آقای اریک دایر. فقط هم دفاع بازی میکنه. میذاریم مثلا به جای ایشون.
آقای دین هویسن و میشه 98. حالا بگی نگی اگه تازه وارد ای فوتبال شدی و زدی پک رو این بازیکن رو بهت داد، واقعا به درد ترک وصلی حالا بگی نگی میخوره. و همونجور میبینید که آمار خیلی بالایی داره. دفنسیوش مثلا 90، تگلینگش 90 و حالا همینجور که خودتون میبینید دیگه. و فیزیکش هم خیلی بالاست، 90، هدینگش هم 90. یعنی هرچی توپ روی دفاعتون بیاد رو تقریبا میزنه. 188 هم قدشه دیگه. آره ایشون هم حالا میبینید سرعتش خوبه، استامیناش هم بالا، فینیشینگش هم حالا فینیشینگ و کیکینگ باورش به خاطر آقای بکن باوری که ما داریم این دوتا بوستر رو بهش اضافه میکنه. خیلی خب بچه ها، این بود از ویدیوی ما. اگر خوشت اومد حتما ساب کن و حتما بهتون بگم که اگر به 50 ساب برسیم یک سورپرایز خیلی ویژه واسهتون دارم. دمتون گرم. تا یک ویدیوی دیگه، لایک و ساب فراموش نشه و خدا نگهدار.